سلام دوستان، خیلی از شما از من سوال پرسیده بودین که ما چند نمونه منجوق داریم و به همون معرفی کنید منجوق ها رو، ویژگی هاشون رو و اینکه از کجا ما میتونیم این منجوق های مورد نیازمون رو تهیه بکنیم. خب ببینید، اولین منجوقی که هست و همه جا در دسترسه، شما از هر جایی که برید، توی هر لوازم خرازی که برید میتونید این منجوق رو ببینید. ببینید این منجوق چینیه، همه جا توی همه لوازم خرازی ها پیدا میشه. ببینید سایزشون و شکلشون مثل همدیگه نیست، بی‌کیفیت هست. برای منجوق بافی ما استفاده نمی کنیم، ولی برای یه سری از کارهای جواهر دوزی که خیلی سایز و شکل منجوق مهم نیست استفاده میشه. بعدی این منجوق هست، بهش میگن منجوق FGB. بذارید من دوربین رو نزدیکتر بکنم که بهتر مشخص باشه. این منجوق FGB هست. ببینید موی منجوقیه که تقریبا اندازه ها با هم دیگه یکی هستن و یه مقدار حالت توپل داره. منجوق یه دستی هست، منتها یه مشکلی که داره این هستش که اگه به جای خراشیده بشه خیلی راحت رنگش میره. بعدی این منجوق هست، منجوق چک هست، با برند پروسیکا گفته میشه بهش. شما بیشتر جا برید به اسم منجوق چک بهتون میدن، میتونید بگید من منجوق چک میخوام. یک منجوقی هستش که سایزش خیلی خوب هست، تقریبا میشه گفت همه دونه هاش با هم دیگه یک اندازه هستن، یه حالت تایری داره، ثبات رنگ خیلی خوبی داره و توی ایران رنگ بندی متنوعی شما میتونید ازش پیدا بکنید. برای اکثر بافت‌ها به خصوص اسپیرال بافی خیلی منجوق با کیفیت و خوبیه. بعدی منجوق MGB هست یا منجوق ماتسونو. این هم توی اکثر لوازم خرازی ها پیدا میشه. شما اگر برید ممکنه حالا شما بگید ماتسونو نشناسن، ولی اگر بگید منجوق MGB میخوام میدونن. یک منجوقی هستش که لبه هاش یک حالت منحنی داره، شبیه استوانه است ولی استوانه کامل نیست. لبه هاش حالت خم شدگی داره. این هم منجوق خیلی خوبیه، تنوع رنگی خیلی بالایی داره توی ایران. این رو هم اکثر جاها میتونید پیداش بکنید. قیمتش از منجوق های چک و FGB یک مقدار گرونتر هست. این منجوق زیباترین، گرونترین منجوق هست، منجوق میوکی. این برندش برند دلیکا هست. یک منجوق کاملا استوانه‌ای، کاملا یک دست و بهترین منجوق برای کارهایی هستش که پیکسل بافی دارن، برای اینکه موقعی که شما میبافین قشنگ روی همدیگه قرار میگیرن. این بهترین منجوقه، منتها گرونترین هم هست. شما نمیتونید از هر جایی این منجوق رو پیدا بکنید و پیدا کردنش یه مقدار سخت هستش، باید از جایی به خصوصی تهیه بکنید. این شد ترتیب منجوق هایی که من دارم از فراوان‌ترین منجوق و ارزون‌ترین به سمت گرون‌ترین و با کیفیت‌ترین ها. ببینید این منجوق ها رو شما میتونید اکثر لوازم خرازی ها گفتم پیدا بکنید. تنوع رنگی خیلی بالایی هم دارن. توی این منجوق متالیکشون ثبات رنگ خوبی نداره. برای تهیه این منجوق ها کسانی که خارج از ایران هستن میتونن از سایت علی اکسپرس خریداری کنن. کسانی که تهران هستن یا یک آشنایی توی تهران دارن میتونن از بازار بزرگ تهران سمت مشیر خلوت و یا خیاب کوچه مروی از اونجا تهیه بکنن. کسایی هم که نمیتونن مثل من باید از یه سری از آنلاین شاپ ها که حالا توی اینستا فعالیت میکنن و یا اینکه آنلاین شاپ هایی که برای خودشون حتی سایت هم دارن میتونن از اونجا تهیه بکنن. من آدرس این آنلاین شاپ ها رو براتون داخل دیسکریپشن قسمت توضیحات ویدیو میذارم، میتونید از اونجا برای خودتون منجوقاتون رو تهیه بکنید.
و استفاده بکنید. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید. کانال من رو سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم یادتون نره.